گر توکل میکنی در کار کن، کیشت کن پس تکیه بر جبار کن. سلام دوستان عزیز، امروز ما باز یک حکایت دیگری مثنوی را برای شما قصه میکنیم. این حکایه شیر درنده و خرگوش باهوش است و من فکر میکنم که این برای شما پسند خواهد آمد. و چون در مورد از توکل حرف زدیم، اینجا بحث جهد و توکل میرود. با ما باشه. در مثنوی معنوی داستان‌های معروف که سرچشمه در فرهنگ مردم، سرچشمه در آثار کهن دارند، سرچشمه در کتاب‌های قصه‌های قدیمی دارند که اونها از ادبیات خلق‌های مختلف ریشه میگیرند زیادن. و یکی از این داستان‌ها داستان معروف با هم نخچیران معروف است و هم داستان شیر و خرگوش هم معروف است. با این خاطر با عنوان داستان نخچیران معروف است که چون خودی این داستان به شکل یا به صورت جداگانه ذکر نشده است، چون در بطن یک داستان دیگری با پادشاه جهودان و نشنیدن نصیحت دیگران نقل می شود و خود مولانا در آغاز مستقیما اشاره می کند که از کلیله بازجو آن قصه را و در آن قصه طلب کن حصه را. یعنی داستانی هست که از کتاب قدیمه هندوان کلیله و دیمنه که بعدا در زبان پهلوی ترجمه شد و ترجمه های فراوانی از آن حتی با نام استاد رو که در شکل نظم و بعدا در ترجمه های پهلوی به فارس به عربی و بعدا به فارسی که معروف ترین آن ابوالمعالی نصرالله منشی معروف این را از عربی برگردانده است. و در همین داستانی ابوالمعالی نصرالله این قصه مثلا شیر و خرگوش آنگونه نقل می شود که روزی بود و روزگاری بود و در این دنیای به نهایت بزرگ یک دشت بود و در این دشت بزرگ مرغزاری بود. گروهی در این دشت زیبا جانوران زیاده زندگی میکردند. زندگیشان را به خوبی و خوشی و خوشحالی میگذراندند. جانورانی چون گوزن و آهو و روباه و شغال و موش و خرگوش و پرنده و چرنده و درنده و خزنده و دیگر و دیگر و دیگر. اما یک تلخیه که زندگی آنها رو فرا میگرفت همین شیر بود، چون شیر هر وقت ناگهان حمله میکرد و یکی از آن حیوانات رو خوب تومه خود میکرد. این زندگی رو برای آنها تلخ کرده بود. پس از چند همه جانوران به سطوح آمدند و مصلحت کردند که راهی حل باید یابند. یعنی گردی هم نشستند و فکر کردند تا عاقبت راهی حل یافتند. گروهی از جانوران را به عنوان نماینده برگزیدند، یعنی انتخاب کردند و به خدمت شاه فرستادند. در آثار کهن ما معروف است که شیر همیشه چون شاه حیوانات معرفی شده است و اومدن نزد شیر گفتن که جناب شیر باید شما هم اینقدر رنج و تلاش نکنید، ما هم در این طرف در ترس نباشیم. وقتی به خدمت شیر درنده که حالا پادشاه ظالم و زورگوی دشت زیبا شده بود رسیدند، سلام کردند و گفتند که ای پادشاهی بزرگ، ای نیرومندتر از ببر و پلنگ و گرگ، از شما عاجزانه خواهش میکنیم که دیگر به ما حمله نبیارید. شیر با صدای بلند غرید و خندید و با لحن تمسخرآمیز گفت آه که شما چقدر جانوران احمق و حقیر و ناتوانید. از چگونه از خودتون نمیپرسید که اگر من به شما حمله نبیارم پس چیکار کنم؟ اگر من به شما حمله نبیارم گرسنه نشینم و خودم رو فریب دهم و در یک گوشه آرام نشینم و بگویم که من گرسنه نیستم و سیرم؟ شما فراموش کردید که من شیرم. یکی از جانوران در حالی که صدایش از ترس میلرزید گفت نه شاه، ما غلط میکنیم که چون این جسارت کنیم. منظوری ما این است که شما پادشاه ما هستید و نباید شما خودتان را به خاطر غذا آواره کنید. شیر گوشهایش را بالا کرد و با تعجب پرسید منظوری شما چی است ای جانوران؟ چی میخواهید؟ پرتر حرف زنید تا من نیز منظوری شما را بفهمم. خب گفتن پیشنهاد چی است؟ گفتن بهتر از شما به شکار نمیآیید، ما رو بیقرار نمیکنید، ما خودمون هر روز به حکم قرعه یک نفر از این حیوانات رو قرعه پرتابی میکنیم، به نام هر کی که افتاد به نزد شما میفرستیم، شما او رو تومه خود میکنید، شما هم زندگیتون خوب میرد، ما هم در آسودگی زندگی با یک خاطر جمع زندگی میکنیم. مثلا ضرور نیست که با اصول مثلا درنده خویی و ما حمله آوریم و چون معلوم است که از سرنوشت ما مثلا تومه تو یکی از ما خود تومه تو هستیم و باید خودمون بیاییم و نزد تو که تو راحت مثلا از گوشت ما استفاده کنیم. جانوری دیگر گفت که این کار یک خوبی دیگر هم داره
شعر تعجب کرد و پرسید چه خوبه دارد. و اون جانور ادامه داد که اگر شما برای ما حمله بیارید ما میترسیم و گوشت تنمون میریزد و شما غذای خوب استعمال نمیکنید. اگر شما به ما حمله نبیارید میتونید همگی غذای خوب و فربه را همه روز استعمال کنید. دو حالتی هست که مثلا وقتی حیوان یا مثلا هر مثلا غذایی که در حال طرز خورده می شود اون مثلا ضرر میارن، اون میتوند به همون سالمی حتی انسان ها ضرر بیارن و همین تدبیر رو حیوان به شعر منظور میکنن. در اینجا کمی بحث بین آنها می آید، چون مثلا اینها میگفتن که بیهوده باید شما جهد و کوشش نکنید. شعر میگفت که نه، من باید تلاش خودم را کنم. اینها میگفتن که تلاش فایده ندارد، شما میتوانید یک جا نشسته و توکل کنید، رزق شما خودش می آید. حتی شعر طرفدار جهد کردن انسان هست، با اینکه اونها با تقدیر خودشون تام میتونن بگن که ما راضی هستیم که بیایم، نیم شعر بود میگن که باید شما جهد کنید. چرا شما مثلا یعنی نمیگه هرچند که همین فلسفه این کار میکنه، اما از زبان شعر با یک نوع به همین کسانی که مثلا در سرنوشت خود تن دادن و حتی کاری نمیکنن و میگن که نه نباید این فکر، چون که این مثلا باید کوشش کنید. من مثلا که به شما حمله کردم، ببینید در جالبیت قصه مولانا در این است که حتی از زبان همون که با اصطلاح امروز گفتیم قهرمان منفی است، لیکن نکته‌ای تاکید میکنه که برای خواننده هوشمند هستن. ببینید میگن یک حتی هم داستانی بسیار عجیبی نقل میکرد از زندگی کودک. یک جا میگه که طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردنی بابا نبود. خوب نخچیران به شعر میگفتن که کوشش تو بیهوده است، چون مثلا مثال میزدن که ببینید کودک رو، طفل رو، تا وقتی که کودک هنوز قدم نبرآورده است، راه نمیگردد، مرکبی او کجا هست؟ گردنی پدر، یعنی در پشت پدر او همیشه میگردد، خودش رو هیچ زحمت نمیدهد. این دلیل آنها بود. گو تیف تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردنی بابا نبود، چون فضول گشت و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کور و کبود. اما وقتی که راه راه میشد خودش کوشش میکرد. در همین جمع دو نکته تاکید میکرد مولانا. میگن که وای اون زمان که مثلا راه راه نبود، راه گشته نمیتونست و خماش بالا بود، اما وقتی که راه شد وای خودش کوشش کرد. همون وقت که دیگر کودک خودش کوشش کرد که نه، اکنون من حیات مستقلانه میخواهم، راه گشت در زندگی، خوب کوشش کرد به قول دیگر، او چی شد؟ افتادن شروع شد، مشکلات زندگی برایش بود. یعنی اینجا از نظر اول گویا که و ارزشمند است، از زبان مثلا نخچیران که یعنی توکل کرد و مثلا نمیدونست که چون که تقدیرش میخواد در کودکی و راه گشتن تقدیر تن داده در مثلا عزیز بود. اما وقتی که وقت میبیند که مثلا پدر راه میرود یا کسای دیگر میرن راه میرن، هم کوشش میکنند و با پا میخیزد میرد حرکت میکنند. و بازم اینجا میگه مثلا نخچیران میگن که وقتی شعر این قصه نقل میکنند، یعنی همین مثالی برای اثبات جهت و میگن که انا دید وقتی باید راه شد بود در قربانی نفس خود شد، مثلا به خواهش‌های دنیا رفت. در اصل وقتی که ما به حیاتی طفلی و دامان مادر خوشبهشتی بود دست میگو تا به پای خود روان گشتیم، سرگردان شدیم، اگر به دوران کودکی نگاه کنیم واقعا یک دوران بی‌غمی است، هیچ مشکلی برای انسان مثلا نیست. لیکن همین که انسان مستقل شد، به قول جهد و کوشش را میگن شروع کرد، دیگر مشکلات زندگی یکی پس از دیگری برای او آمدن میگیرد. خب نخچیران این دلیل را آوردن که ببین شعر که تو هم اگر مثل این کودک دست از جهد و تلاش برداری، مشکلات برای تو نمی آید، راحت میتوانی چیز زندگیت رو ادامه دهی. خب شعر در جواب اینها چی گفت؟ شعر گفت شعر آره ولی رب العباد نردبان پیش پای ما نهاد. این شعر میگه که وقتی که مثلا نردبان برای چی است؟ برای بالا رفتن است. همین نردبان برای چی آفریدن؟ برای اینکه ما با وسیله بالا ریم. همین جزئیات زندگی یک معنی دارن. پایه رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا تم خم. خب وقتی که یک نردبان رو اگر برای ما داده باشن، معنیش این است که ما باید پایه به بالای بام رویم. اگر ما خب قول شما رو گفت باور کنیم، میگویم که نه، ما همین طور میشینیم، این نردبان هم میستاد، یک روز ما خود از خود بالای بام میبریم. گفت این اشتباه است. وقتی که بام هست و من هستم و نردبان هست، معنیش این است که باید من پایه حرکت کنم به بالای بام روم. اگر من اینجا گفت به قول شما فقط همین طور توکل گفتشینم، این یک چی خامی ما رو نشان میدهد. جهد کردن با مقصد کمالات، همون نردبانی که انسان رو بالا میبرد. سود نظرم مثلا در شعرش میگن که نردبان بالا برد هم مرد هم نامرد. اینه که این نردبانی که مولانا میگن اون نردبان نیست، نردبانی که انسان رو به کمالات معنوی میبرد. نردبان واقعی و نه نردبان معنوی. خود مثنوی مثلا مولانا جا میگه که
نردبان آسمان است این کتاب. یعنی این کتاب انسان به سوی کمال میبرد. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. یعنی حتی میگه که ببین دست همچون بیل اشارت های اوست، آخراندیشی عبارت های اوست. یعنی دست خداوند برای ما داد که برای مثلا عمل های نیک، برای مثلا آفریدن، ساختن، همین تنها تمام جزئیات، تمام مثلا همین زندگی بشر، تمام زیبایی های جهان، درخت، چون مثلا در همه کتاب های دینی هم مثلا اشارت می شود که یعنی همه ها برای انسان آفریده شدن. باید از این انسان استفاده برد و یک ناقصی هایی که در همین عالم هست باید این وظیفه انسان است. شعر گفت که وقتی که تو دست و پای داری، وقتی که تو مثلا همین این امکانیت ها رو به تو دادن، چگونه تو خودت رو لنگ نشان میدی یا که دستت رو پنهان میکنی، حالا که این در دست تو است، این دست رو به تو امکانیت دادن. این همون نردبان است، این پای های ما همون نردبانی گفته است، این عقل ما، این تنی سالم ما، این امکانیت هایی که ما داریم همه حکم همون نردبان رو دارن. یعنی وقتی که اینها برای ما هست باید ما آهسته آهسته خودمون جهد و تلاش کرده یک زندگی خوب رو برای خود قرار دهیم. همین سخن از که تو باید جهد کنی، کوشش کنی، از زبان شعر میگه. همین شعری که حتی وقت خودش گمراه شده است، یکی همین نکته میگه. این هوشدار میشه که مثلا یعنی انسان با ما انسان ها هوشدار میتونه مولانا که در وجود همه انسان همون درک و معرفت هست و انسانی، یعنی هیچ انسان نمیتونه که بیراه رود، از راه بیرون شود، چون که با همه جهالت وقتی انسان از عقل دارد میتونه اندیشه کنه، میتونه تفکر کنه. عین همین چرا سعدی هم آوردن میگن که روز یک نفر دید یک روباه لنگ در همون بیش زور میگردد، نمیتواند او رفته صید کند، شکار کند، اما دید که یک شیر آمد یک بوزه رو خوب شکار کرد، خورد، پس موندهش را گذاشت و رفت. روباه رفت پس موندی او را خورد. روزی دوم آمد دید باز یک وحشی حیوان دیگر آمد شکار کرد، خورد، باز این پس موندهش را خورد. این مرد به خود اندیشید، گفت که این روباه لنگ را که رزقش رو همه روزه میرسونند، برای من چرا نرسونند؟ زحمتی من چی معنا دارد؟ آمد در خانه، پا بالای پا ماند و نشست، اصلا دیگر کار نمیکرد. روزها گذشت، ماهها گذشت، هیچ چیزی برای اون نمیومد، هیچ کس از خویشاوندان هم او را سراغ نمیکرد. دیگر جانش به لب آمد که در حالت همون یک حالتی به اضطرابی که داشت، یک صدای شنید که گفت که ای مرد، تو چرا خودت رو مثل روباه لنگ میگیری؟ تو باید در زندگی مثل شیر باشی، تو باید جهد کنی، تلاش کنی، کار کنی که دیگران را تو دستی کمک رسد، نه اینکه به امید پسماندی دیگران زندگی کنی. وقتی که تو تمام امکانیت ها رو داری، دیگر یک جا نشستن معنی ندارد. خب این شعر هم به قول همین سعدی این حکایت رو که تصدیق میکند، میگه که باید من خودم حرکت کنم. خواجه چون بیل به دستی بنده داد، به زبان معلوم شد او را مراد، دست همچون بیل اشارت های اوست، آخر اندیشی عبارت های اوست. بعد میگه تصور که یک خواجه اومد به غلام خودش یک بیل را میدهد، الکی به این که به زبان او را گوید که فلان کارو کن، این معلوم است که معنیش این است که بیل رو وقتی به دستی تو داد، معنی یعنی زمین را چی کن؟ پابل کن، زمین رو تو آماده کن. برای ما بیل رو نمیدین که ما رفته طعام خوریم، خب بیل رو به این خاطر میدین که ما رفته در زمین کار کنیم. مولانا میگن که وقتی که بیل رو اگر داده باشند و خودش مقصود خواجه معلوم باشد، ما هم باید این رو پی بریم که وقتی دو دست، دو پا، عقل، یعنی تمام بدنی ما سالم است، معنیش این است که خدا دیگر جهد و کوشش کن، از تو حرکت از من برکت. دیگر این توکل کرده نشستن دیگر معنی ندارد. اینجا یک نکته دیگری که مولانا به من می‌افزاید در برابر جهد و تلاش، این فلسفه شکر است. حتی مثلا همین نعمت‌هایی که خداوند انسان به داد باید شکر کنه. مثلا همون حتی سخنی شیخ عطار شکرگوی نعمت افزون کنند و نگوی از کد بیان. مولانا حتی ما می‌دونیم که مولانا از باعث اینکه خیلی از بیت‌های مثنوی‌های عطار از بر می‌نویسن، اونا مستقیما در مثنوی وارد کردن. ابیات زیاد از حتی استاد عبدالمنان نصیری یک مقاله خیلی خوبی در مورد همین جایگاه عطار در اندیشه مولانا نوشتن و ببینید میگه که جبر شکر قدرت افزون کنه. مولانا این شکل میداد همین بیت، شکر قدرت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. یعنی وقتی که شما چی خداوند تو قدرت داد، دست داد، پا داد، اینا باید برای آبادانی هم دنیا، برای آفریدن، برای ساختن، بنیاد کردن صرف کرد. اگر تو شکر این تنی صحت رو کنی، شکر این امکانیت که همه روز برای ما میدن، اینها رو کرده استفاده بری، یعنی هر
فکری که مثلا ایده‌ای که هر روزه در ذهن ما میاد، این خودش یک امکانیت است. وقتی که ما اینها رو استفاده کردیم، در عمل پیاده کردیم، این برای ما بیشتر میشود. لیکن وقتی که هر یک امکانیت به ما دیان، هر یک فرصت دیان، ما فقط از روی تنبلی نوتی گویم یا که پگاه گویم نمیتوانم، خوب نمیشود، اگر این طور میشد اینها رو استفاده بریم، قطعا آهسته آهسته این امکانیت ها از ما گرفته میشود. من مولانا نظرش همین است که تو قدرت داد خداوند، این قدرت برای با منفعت همین استفاده بر، نه با اینکه مثلا حتی همون مثلا شعر ما می‌بینیم که یک اندازه برای چی نقشران که مثلا با تقدیر و سرنوشت و توکل مثلا تابع هستن، اونو میگن که یعنی چون ما تقدیر رو تن دادیم که یعنی باید یکی از ما قربان شیم. حتی شعری که از خونش و حرکت کرده، یک کمی خودش جهد کرده می اومد برای تومش، حتی وای مجبور میکنن در زیر تاثیر تفکر خود که وای همون خونش است باید ما بیم، یکی از ما خودمون به خواهش خودمون بیم. اما ببینید انا همینجا با جالب است که بازم مولانا خودش از زبان همون شعر این انسان میگن که نه، جبری تو خفتن بود در راه مخسب تا نبینی آن در درگاه مخسب. جبر یعنی گفتن تو یک مقصد رو در پیش خود گذاری، آرزو میکنی که من مثلا در آینده فلان چی یا که فلان چیز رو به دست آورم، به فلان مرتبه ها رسم. وقتی که تو این آرزو رو میکنی اما در نیمه راه میخوابی، یعنی تنبلی میکنی و حرکت نمیکنی، همین جبر است. تو نباید میگویند در نیمه راه خوابی تا اینکه آن در و درگاه، یعنی که به مراد خود نرسی، به مقصود نرسی، نباید دست از تلاش برداری. نکن در ادامه یعنی در برابر همین جهد و شکر باز می‌افزاید که زان که به شکری بود شوم و شنار میبرد به شکر رو در قعر نار. یعنی کسی که همون جای دیگر اطور میگه که در شکر کنی زیاده گردی، ناشکر کنی پیاده گردی. این در همون پندنامه هم هست. یعنی شکر برای چی؟ واقعا اینقدر زیبایی رو، اینقدر نعمت خداوند وقتی که برای انسان آفرید، باید انسان در برابر شکر کردن و برای زیبایی زندگی، برای شکوفایی زندگی استفاده بر. این فلسفه جهد و تلاشی که انسان هدایت میکنه و در جوهر همین حکایت همین اندیشه است که یعنی قربان نفس خود مباش، یعنی خودت پابند نفس نکن، از بند نفس دنیای جهالت. یعنی این جا دیگر جهالت با دانش و با خرد و با اندیشه چندی جا مثلا در مورد سخن و دانش و خرد و اندیشه تلقین میکنن و میگه که باید همین کوشش کن. اگر توکل میکنی در کار کن، کیشت کن پس تکیه بر جبار کن. خب توکل این است گفتن که تو اول کیشت میکنی سپس توکل میکنی، نه اینکه یک زمین رو همین طور. ما دهقان هم خوب میدونن اگر ما نشسته گوییم که خوب توکل میشود گفته نشینیم، هیچ وقت مثلا برای ما اون حاصلی دلخواه نمی آید. ما باید اول زمین رو آماده کنیم برای کیشت، تخم پاشیم، او رو آبیاری کنیم، نگاه بین کنیم، در آخر توکل کنیم. یعنی ما حرکت رو میکنیم، سپس چی ما به او توکل میکنیم که اون حاصلی دلخواهی ما، اون مرادمون رو چی برای ما برآورده کنه. و اینجا هم همین اندیشه های مولانا که در حاشیه همین یک حکایت تمثیلی که سرچشمه در کلمات دارند همین است. چند نکته است. یعنی اول یعنی معلوم میشه که مولانا هدفش فقط نقل یک قصه نیست، هدفش مثلا شناخت و معرفت چند ارزش مهم معنوی است. یعنی توکل هم در جای خودش است، یعنی جهد هم در جای خودش. یعنی همه چیزا ما باید حقیقت تلقین بکنیم که ما باید بدونیم که همه چیزا خداوند در جای موقع خودش آفریده که ما اون رو درک کنیم. خب بعد اینجا نقشیران مثلا کوشش میکردن برای شعر، چون ما میدونیم این ها تمثیل هستن، در اصل این خودی ما انسان ها هستیم، کوشش میکردن به شعر فهمونن که خب تو نتیجه تلاشت کوششت این است که مثلا یک چیزی به دست آوری، دنیا به دست آوری. دنیا رو آنها مذمت میکردن، میگفتن دارایی خوب نیست، دنیا خوب نیست. اما نگاه مولانا این است که مولانا از زبان شعر میگن که نه، کی گفت دنیا خوب نیست؟ چیست دنیا؟ چیست دنیا؟ مولانا سوال میدن و خود جواب میدن. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نیک قماش و نقره و فرزند زن. دنیا گفتن چی هست؟ دنیا نه اینکه آدم اگر مال داشته باشد این بد باشد، ثروتمند باشد این بد باشد. گفتن این خوب است، چون وقتی که ما مال و ثروت داریم اون وقت میتوانیم ما به یک دیگر انسان ها دستی کمک دراز کنیم، به جمعیت منفعت خود را رسونیم. وقتی که ما نداشته باشیم ما هیچ وقت این کارها رو کرده نمیتونیم. بعد این است گفتن که همین دنیا ما رو از مقصدی اساسی غافل کند. نه اینکه زن داشته باشی، فرزند داشته باشی، مال داشته باشی، اینها همه خوب است، لیکن اگر همینها بعد مثال میارن میگن که آب در کشتی
ҳалоки киштӣ аст, об андар зери киштӣ пушти аст. ҳамин киштиро гуфтанд агар шумо тасаввур кунед, дар об вақте ки об дар зери ӯ бошад барои ӯ хуб аст, чун киштиро ба соҳили мурод мерасонад. аммо агар ҳамин обе ки киштиро дар зераш буду ба соҳили мурод мерасонид дохили киштӣ дарояд, киштиро ғарқ мекунад. дунё ҳам айни ҳамин аст. гуфтанд агар васила бошад барои мо, яъне моро аз мақсади асосӣ аз инсоният дур накунад, ин барои мо хуб аст. аммо агар вориди мо шаваду моро аз инсонияти худамон дур кунад, ин бад аст. гуфтанд мавлоно. шер ба фикр фурӯ рафт ва лаҳзаи баъд гуфт бисёр хуб, фикри хубу олӣ аст. аз ин баъд ман барои хӯрдани ғизои худам заҳмат намекашам. ва ҷонвари дигаре гуфт бале, агар шумо барои мо ваъда бидиҳед ки дигар ба мо ҳамла намебиёред, мо ҳар рӯз ғизоро ба сӯи шумо мефиристем, ҳар рӯз қуръапартоӣ мекунем ва ҷонвареро ба сӯи шумо мефиристем барои хӯрда шудан. мо коре намекунем ки шумо аз мо дилгир шавед. мо ғизоро ба дасти худамон барои шумо мебиёрем. хуб қабул кард ки барои ин ки инҳо ҳам як зиндагии хуб дошта бошанд, гуфт бошад. лекин гуфт набояд шумо маро фиреб диҳед, чун ман бисёр аз мардуми дунё гуфт макру фиреб дидам, набояд шумо ин корро кунед. хуб қабул карданд. ҷонварон ба шер ваъда доданд ки ҳар рӯз рӯзии ӯро ба ҳузураш бифиристанд. аҳдҳо карданд бо шери жиён кандарин байъат наяфтад дар зиён. аз он пас ҳар рӯз дар байни ҷонварон дар байни худ қуръапартоӣ мекарданд. яке аз ин ҳайвонотро барои шер мефиристоданд. шер ҳам зиндагиаш ҳамин тавр идома дошт то ин ки рӯзе қуръа ба номи харгӯш афтод. чун ба харгӯш омад ин соғар ба давр, бонг зад харгӯш кохир чанд ҷавр. харгӯши боҳушу зирак аз рафтан ба назди шер даст кашид ва гуфт ки ман ба назди шер намеравам, ман намехоҳам тӯмаи он шери бераҳму золим шавам. дӯстони харгӯш ба ваҳшат уфтоданд ва ӯро насиҳат карданд, яъне шурӯъ карданд ба панду насиҳат кардан барои харгӯш. қавм гуфтандаш ки чандин гоҳ мо ҷон фидо кардем дар аҳду вафо. ту маҷӯ бадномии мо эй ануд, то наранҷад шер, рав рав зуд зуд. харгӯш гуфт эй дӯстон бигзор, ман раваму хӯрда шавам. фардо навбат ба дигаре ҳам мерасад. маълум нест ки фардо қуръа ба номи кадоме аз шумо меафтад. тӯле намекашад ки ҳамаи мо хӯрда мешавем. бояд чораe андешид, бояд бо шер ҷангид. хуб харгӯш инҷо қаҳрамони нави мо ҳаст. вақте ки вориди қисса мешавад, намояндии инсонҳои тезҳуш аст, намояндии инсонҳои хиратманд ба дониш. чун харгӯш бо дониши худаш фикр карду ба онҳо гуфт эй ёрон маро муҳлат диҳед то ба макрам аз бало берун ҷаҳед, то амон ёбад ба макрам ҷонатон, монад ин мероси фарзандонатон. биёед шумо ба ман як фурсат диҳед, ман коре мекунам ҳама аз шарри ин шер наҷот меёбем ва зиндагиамонро хуб роҳат идома медиҳем. онҳо гуфтанд ки аз ту чӣ меояд? хуб аз ту бузургҳо филу уштуру намедонам диге тамоми ҳайвонот қабул карданд рафтанд, туи харгӯш ки як майда ҳастӣ, яъне нодида гирифтанд ӯро. мавлонот ба ҳамин чӣ мегӯянд ки мардумаш чун мардумак диданд хурд, дар бузургии мардумак кас раҳ набурд. инҳо мисли ин ки мо мардумики чашмро инсонҳо хурд мебинанд, яъне мардумики чашм бисёр як чизи хурд аст, аммо мо дар ин мардумики чашм метавонем тамоми дунёро ғунҷонем, яъне кӯҳро ба ҳамон бузургӣ бо ҳамин мардумики чашм ки бисёр майда аст мебинем. инҳо ҳам гуфтанд ки ин харгӯш аз дасташ чизе намеояд, аммо гуфт ба ман имконият диҳед, ман ин корро мекунам. дӯстон ба ҳарфи харгӯш бо садои баланд хандиданду гуфтанд ки чӣ гуна харгӯши кӯчаку тарсу метавонад онҳоро аз шери жиён наҷот диҳад, чӣ гуна онҳоро аз ин бало бираҳонад бо вуҷуди кӯчаку тарсуву хурд буданаш. қавм гуфтандаш ки эй хар гӯш дор, хешро андозаи харгӯш дор. ин чӣ лофе ҳаст ки аз ту беҳтарон дар наёварданд андар хотирон. харгӯш бо таҳаммул гуфт дӯстони хуби ман нақшае дорам ки хубу олист, нақшае ки метавонад шерро нобуд кунад, ӯро бисӯзонаду дуд кунад. шояд харгӯш дар аввал ин нақшаро медонист, шояд намедонист, инҷо ишора нашудааст дар қисса. аммо агар мо худамон ҳаминро як тасаввур кунем, суқрот ҳам мегӯяд ки ақл дар ҳайронӣ пайдо мешавад, яъне ки инсон то бар сари худаш ҳамон мушкилот наояд ҳеҷ вақт кӯшиш намекунад ки
در پی حل آن معما براید. وقتی که خرگوش دید مثلا آنها یکی پس از دیگری خورده میشوند، نوبتی خودش که نبود شاید آنقدر پروا نمیکرد، لیکن روزی که قرعه به نام خودش فرآمد دیگر او در پی حل این مشکلات شد، چون دیگر میدانست که امروز خورده میشود. او یک باره هم جهد کرد هم توکل کرد، گفت بیا بگذار من همین فرصت را استفاده میکنم، اگر که نقشه ام گذشت یک باره هم جانی من رها مییابد هم جانی تمام این حیوانات. خب اگر که نگذشت من که خواه نخواه امروز خورده میشوم، لیکن تمام سعی و کوششم را برای نجات جان خودم و دیگران میکنم. اصلا همین در زندگی واقعا انسان ها وقتی تو مصیبت به سرش نمیاد در راه حل آن کوشش نمیکنن، یعنی چون همین چیز همین حال که در سر خرگوش آمده بود و اینجا در هدف مولانا هم از همین ابراز معروف، یعنی همین بیانی نقطه یا زمانی بیانی مثلا حالی هست که انسان همون حال رو میرسه، حال درک و معرفتی کوشش کردن برای مثلا نجات یا کوشش کردن برای تکمیل خود. چون این چیز در مثلا آثار گذشته ما هم هست که یعنی انسان کدام وقت میفهمد که وای گناهکار است، وقتی که درک میکنه که عملی که میکنه گناه است، یا مثلا وقتی که درک میکنه که همین کاری نادرست است. دوستانش از خرگوش پرسیدن که چی نقشه است. خب مادامی که نقشه خوب است پس برای ما هم بگو که ما هم بدونیم. خرگوش گفت که نه، حالا من میروم به نزد شیر و بعداً از نقشه من آگاه خواهد شد که چگونه یک خرگوش کوچک میتواند یک شیری دلیر رو شکست دهد. خوب برای او امکانیت دادن، گفتن مرحمت. این خرگوش چیکار کرد؟ تأخیر کرد، دیر رفت از دور شیر رو میپوید که شیر بسیار عصبی است. ساعت تأخیر کرد اندر شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجه‌زن. شیر هم خشمگین نشسته بود و میغورید چون غذای اون روزش دیر شده بود و به خودش میگفت که این جانوران مرا فریب کردند. چند ماه برای هم غذا آوردند و در انتها معلوم شد که چه نیرنگی داشتند. دوباره به آنها حمله خواهم برد و دوباره باید به آنها حمله ببرم. و اما خرگوش وقتی به نزد شیر به تأخیر رفت، خیلی دیر رفت، خیر به خشم آمد و بعد زمانی مثلا خوردنی یا زمان غذاخوری شیر به پایان رسیده بود، اون خشمگین بود، گرسنه مانده بود، میخواست حمله کنه و با شدید با یک حالت عصبانی و خرگوش رفت تو چرا این کارو کردی؟ یعنی چرا مثلا تأخیر کردی؟ من که گاوان رازی هم بدریدم، من که گوشی پیلی نرمالیدم، نیم خرگوش کی باشد کوچونین امری ما را افکند اندر زمین. خرگوش که چخور نفس میکشید تا خودش را خسته نشان بدهد گفت ای شیری بزرگ، اجازه دهید که من عذر خودم رو رسونم. گناه از من نیست که دیر به خدمت شیر آمدم. من همراه خودم یک خرگوشی که از من بسیار فربهتر کلانتر بود او را به نزد شما به مهمانی برای خوراک شما می آوردم، اما در راه یک شیر دیگر ما را از راه زد و اون همراه ما را گرفت. اصلش میگن که شیر مثلا در نظر مولانا این ابراز نفس انسان است، یعنی نفس عاقبت انسان رو میبرد با چی میگه مثلا به نیستی میبرد، یعنی قربانی نفس میشن. و ببینید که با اون که همین سمبل یا رمز نفس انسانی است و مثلا حتی مثلا خرگوش هم مثلا میگن که یعنی واسطه، یعنی ما میدونیم که در اصطلاحات عرفانی واسطه‌های زیاد هم مثلا رضا هستن، شکر و یعنی مثلا فقر و فنا مفهوم زیادی هستن که در همین حوزه هم دوستان هر یک ضمناً شرح میشن. و مثلا همین خرگوش یعنی جوینده هم تدبیر، شخصی که یعنی یک مشکل کشا گره کشای همین حیوان دیگه هست که در بندی همین تفکر افتادن. شیر با خشم و غضب به خرگوش کوچک نگریست و گفت شیر کدام شیر؟ جز من در این دشت سبز و خرم مگر شیری هست؟ بگو چی واقعا رخ داده است؟ خرگوش گفت جناب شیر، اون شیری با جنسی که من میگویم پیش من و دوستم را گرفت و گفت که میخواهد ما رو بخورد. من هرچند با او فهموندم که ما مالی جناب شیریم، ما خوراکی شاهنشاهی دلیریم، نپذیرفت. خشمگین شد و گفت شاهنشه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار، هم تو را و هم شهت را بردارم، گر تو و یارت بگردید از درم. شیر بسیار خشمگین شد و پرسید بعد چی پیش آمد و اون خرگوشه که همراه تو بود چی شد؟ زودتر حرف بزن که من حالا از گرسنگی میمیرم. خرگوشی باهوش و زیرک گفت جناب شیر،
اون شعر بیرحمی که من میگویم دوستم رو پیش خودش نگه داشت. من هرچند التماسش کردم که ما رو رها کند، او رو هم رها کند که به خدمت شما بیایم برای خورده شدن، ولی نپذیرفت. ولی او شما رو به مبارزه طلبیده است. راستی گپ و اون شعری که میگویم خیلی قوی هست و من گمان نمیکنم که شما او رو شکست بدهید. بهترش پیشنهاد میکنم که از اینجا بروید و به رزم او نروید، به جنگ او نروید، گریزید و از این دشت روید. شعر خشمگین بود، خشمگین تر شد و به خرگوش فریاد زد و گفت که زبانت را بگیر ای خرگوش ابله. هیچ شعر نمیتواند که قوی تر از من باشد، هیچ شعر حق ندارد که مرا شکست بدهد یا اینکه قوی تر از من باشد. زود مرا به نزد اون شعر بر تا من با او حسابی کنم. تا سزای او و صد چون او دهم، بر دروغ استین سزای تو دهم. خرگوش گفت که من چرا دروغ گویم؟ من افتخار میکنم که شما غذای شما باشم. ما همه جانوران دشت زیبا آرزو داریم که شما ما را بخورید. ما همه جانوران در راه شما جانمان را به افتخار قربانی میکنیم. من چرا دروغ گویم؟ در برابر این یعنی از همون صورت پرستی مثلا کمال خوجنده میگه که تو تا صورت پرستی اهل معنی رو چه میدونی؟ با چشم اهل معنی دید باید اهل معنی رو. یعنی اینجا باید از ظاهر به باطن مولانا هم درباره مثنوی مثلا ما درون رو بنگریم و حال رو، نه برون رو بنگریم قول رو. یعنی همین سخنم فقط با زیبایی ظاهرش با توجه نکنیم. مثلا حرفی که مثلا مردم میگن این روزا ببینید که مثلا مثلا با همین سخنهایی که میگویند به گوش مردم میریزن، هم مردم مفتون میکنن. که اگر همینجا معرفت باشد، هم جهد و معرفت و درک باشد، من گمان میکنم هیچ کس مولانا گفت از این سخن که هیچ کس از راه خود بیرون نمیرود. خرگوش شعری درنده و ظالم رو فریب داد و به سوی دام برد. شعر نیز با غروری بیجایی که داشت چشم عقلش کور شد و دلیل و منطق از او دور شد. خرگوش گفت از پس من آید. همراه رفتن به اونجایی که یک چاه بود. پیشکی خرگوش این چاه را دیده بود و گفت اکنون من میترسم به نزد این چاه روم. خرگوش این گپ را گفت و چند قدم از چاه دور ایستاد و شعری درنده به خرگوش نگریست و خطاب کرد. ای خرگوش ابله، دلیل این کارت چیست؟ چرا تو به قفا می روی؟ تو مگر می ترسی؟ خرگوش چیزی نگفت. گفت پا و پس کشیدی تو چرا؟ پای را و پس نکش، پیشنده را. حکمت اصلی حکایت هم همین است که وقتی به نزدیک چاه اومدن و از ترس خود را کشید و تو گفت که خواهش کرد که اجازه که من در کنار تو باشم، چون مثلا اون میتونه به من هم حمله کنه که شما با تو پیغام دادم، یعنی اون خبر رسوندم. و اون در نزدیک چاه که من چاه آب مصفا داشت و عکس خود و اون خرگوشی که رفته بود اون در شیر دید در آب و گمان کرد که این واقع در درون همون آب مصفای چاه هم شیر و هم خرگوش است و خود را به آب افتاد و همین گونه از میان رفت. عکس خود را او عدوی خویش دید، لاجرم بر خویش شمشیر کشید. شعر وقتی که اومد خودش رو در چاه دید، مولانا با این نکته میخواهند گفتن که ای انسان، همچنان که شعر وقتی که خودش رو در چاه دید و او رو دشمنی خود میپنداشت و همه بدبختی هایی که بر سر شعر آمد از فعلی او بود، از کرده او بود، از روی نفسی او بود، ما هم عین همین هستیم. اگر در دنیا ما هر چی که بدی میبینیم دونیم که از کرده خودی ما هست. مولانا میگن که در خودان بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده خود را به جان. تو همین خصلتی بد را در وجود دیگران میبینی اما در خودت نمیبینی. اگر یک دشمنی یک کسی نسبتی تو دشمنی میکنه، تو دان که از روی خصلتی خودی تو هست. چون به قعر خوی خود در رسی، پس بدانی که از تو بد آن ناکسی. اگر تو میگن به قعر خوی خودت فکر کنی، اخلاق خودت رو یک بار سنجیده برایی، اون وقت میگن که چی؟ پس بدانی که از تو بود آن ناکسی. همه آن بدی ها، آن ناکسی ها از وجودی تو منشأ میگیرد. ای بدیده عکسی بد بر روی بد نه از آن توی از خود مرم. بعد میگن که اگر تو یک خصلتی بد رو از روی یعنی عمک دیدی و که هر کسی که در مقابل تو از یک بدی رو میبینی، تو تصور مکن که او بد است، این بدی تو هست که تو در وجود او میبینی. بعد دلیل میارن که پیش چشم داشتی شیشی کبود، زون سبب عالم کبودت مینمود. این دنیا مثل این است که اگر ما یک عینک رو تصور کنیم، شیشی کبود زنیم، دنیا رو کبود میبینیم. سرخ زنیم سرخ میبینیم، زرد زنیم زرد، سیاه باشد تاریک میبینیم.
خب نگاه ما وابسته است به زندگی ما هر طور که به زندگی نگاه کنیم همون رو میبینیم. یعنی هر بدیه که ما اگر از دیگران میبینیم دونیم که از نگاه خودی ما، از اخلاق خودی ما، از کرده خودی ما هست. مولانا از این آخران فعل شعر میخوان این را به ما گویند که اگر تو خواهی زندگی خوب داشته باشی خودت خوب باش، به دیگران بدی روا نبینی، هیچ کس به تو بدی روا نخواهد دید. دو مفهوم است، دو مفهوم، یعنی فلسفه توکل و جهد انسان برای رسیدن به هدفهای خود. و دومش یعنی مولانا اصلش که چون مثنوی معنوی برای تکمیل انسان کامل است، یعنی انسان برای رسیدن به کمالات معنوی پیش از همه باید خود را از چنگال نفس خودش رهانه. یعنی انسان باید قربانی نفس نشود و وقتی قربانی نفس شد و میتونه با تمام با جهالت رود و خودش را حتی نابود کند. یعنی جهل، نادانی و فریفته قربانی خواهش‌های نفسانی دنیایی بودن انسان میتونه به تنها ضرر بیاره و خودش خود نابود کند. این رو مولانا میخوان بگن که در عرصه زندگی، در عرصه تلاش زندگی همیشه انسان‌های باهوش و زیرک میتوانند پیروز شوند و موفقیت را به دست آورند و انسان‌هایی که زورمند هستند و میخواهند نه فقط با این خوبتن و جثه‌شان و این چیها فخر کنند، آنها قطعاً موفق نخواهند شد. برای همین یعنی در شعر عرفانی ما در مثنوی ما همیشه سخن از جهاد با نفس است. یعنی همین بزرگترین جهاد با معنی انسان باید با نفس خودش جنگ کنه. دیگر این جهاد معنی ندارد. اونها که مثلا یعنی انسان باید خودش هر چی در بدی هست، ظلم است، هر چی در وجود و از ناپاکی و از جهالت است و باید همون بیرون کنه. یعنی اینجا یک نوع دیگر فلسفه جوهر حکایت است که انسان باید از جهالت رهایی یابد. در جهالت همیشه دشمن خود انسان است و خودش رو همیشه از این نجات دهد. دوستان عزیز، این بود یک داستان از مثنوی معنوی در برنامه گلچین مثنوی. در برنامه آینده حتما ما باز با هم میخوریم، البته با یک حکایت نو و یک حکایت از مثنوی. در اینتهای برنامه تمنا میکنیم که همیشه صحت و سلامت و سعادتیار باشه. تا دیدار دیگر، تا واخوری آینده، البته در برنامه دیگر، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.